بابا من خوابم یا واقعا بیدارم. اوه بچه ها اشتباه نکنم اینا پر سیاوشانه، این گیاهی که اینجا در میاد و اینجا پر سیاوشان. حالا جالبش اینه جای مرطوب مخصوصا قنات ها رشد میکنه و خدا رو میبینی مثلا طرف توی قنات کمبود اکسیژن پیدا میکنه. این برای ریه و تامین اکسیژن بسیار مفیده. کسایی که قدیم توی قنات بودن کم میآوردن اکسیژن، از همین دیواره های قنات که پر سیاوشان داره میگرفتن و میخوردن. چقدر زیباست اینجا، چقدر زیباست. ای خدای شکرت. ماشاءالله. به به. اوه چقدر زیباست اینجا. باغ. من دیگه رد دادم. چه حالی کردیم با این پیاده رویه. میشه جان. اوف اوف یعنی چی؟ اوف عشق کردی دیگه مثلا. درسته؟ میگه خواهی بنوشی لذت آب باید بخوری سرخه رو گام میگیری. اما خیلی شما نمیخوایی بنوشی لذت آب؟ سر و گام کفشای چه در بودم خیلی؟ باز چه کار نیاز داری کفشا رو؟ او جان من این سنگ و شکل و زیباییشو آدم دلش میخواد اینو برداره ببره بذاره تو حال خونهش. این تراشیدن های این سنگ تراشیده شدن، این شکلایی که به اصطلاح بهش ما این دفرمه ولی واقعا فرم اصلی و طبیعی اینه. اون چیزی که ما میسازیم دفرم است، فرم اصلی طبیعت اینه. این بر اثر هزاران سال جریان آب، فرسایش طبیعی بر اساس جریان آب پیش اومده. خدایا شکر چی آفرید. بچه ها داریم وارد بهشت میشیم. ماشاءالله. اوه 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 اوه. آمازون اینجا. دیدی شکارچی داری کبوتر می‌بینه ما چرا نمی‌بینیم؟ نه حرف به دفعه درست بزن، هی شکار بزن پندر بگوشم این چیزا نگو بزن. از بالا همونجوری بارون داره چک کنه. بچه میبینی؟ بارون که نه، این آب چشمه ها و جویبار ها.
اوه 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 چقدر زیبا. میلا جان بریم همینجوری. وارد جنگل بارانی شدیم. آمازون غلط کنه اینقدر زیبا باشه، اندازه ایران خودمون قشنگ باشه. جنس و رنگ سنگا رو ببینیم. بابا من خوابم یا واقعا بیدارم. چه سیدو خوش به حال هر کسی